سر نیوتن سیب نیفتاد. دوست نیوتن، ویلیام استوکلی، در سال 1792 زندگی نامه نیوتن را نوشت و برای اولین بار ماجرای سیب در آنجا بیان شد. او نوشته است که نیوتن در حال فکر کردن بود که یک سیب سقوط کرد و آن هنگام مفهوم جاذبه به ذهنش خطور کرد. مورخان بر این باورند که او احتمالاً سقوط سیب را دیده و از این سقوط تعجب کرده است، اما هیچ کجا نیوتن نمیگوید که این ضربه به سر او زده شده است. سیب را به بزرگترین دروغ‌هایی که تاریخ ساخته است اضافه کنید. چشتی جادوگران سیلم سوزانده نشدند. هیچ یک از جادوگران متهم در قرن 17 سرنوشتشان سوختن در آتش نبود. 19 نفر از کسانی که به جرم جادوگری دستگیر شده بودند در شهر مستعمره ماساچوست به دار آویخته شدند و نفر 20 به ضرب گلوله کشته شد. چند جادوگر متهم دیگر نیز در زندان در انتظار محاکمه درگذشتند و هیچ سوزاندنی حداقل در سیلم در کار نبود. شایعه سوزاندن جادوگران به احتمال زیاد ناشی از تنشی بود که آن زمان در اروپا حاکم بود. در قرنهای 15 تا 18 موج ضد جادوگری در سراسر غرب اروپا و کشورهای اسکاندیناوی پدید آمده بود و موجب خشم مردم شده بود و بسیاری از جادوگران متهم در معرض خطر سوزاندن قرار داشتند. البته گاهی حقیقت عجیبتر از افسانه است. هفتی ماری آنتوانت نگفت بگذارید کیک بخورند. ادعا شده که روزگاری ملکه ماری آنتوانت به مردم فقیر و رعیت روستایی تحت حاکمیت خود چنین گفته است: اگر نان ندارند بگذارید کیک بخورند. اما در واقع این جمله را اولین بار ژان ژاک روسو از زبان یک پادشاه نقل کرده است. در واقع این جمله نمیتوانسته از زبان ماری آنتوانت بیرون بیاید، زیرا در آن زمان وی کم سن و سال بوده و در اتریش زندگی میکرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که وی این سخنان را بر زبان آورده اما قصد مسخره کردن و توهین به آنها را نداشته است. در آن دوران نانوایی‌ها موظف بودند بر طبق قانون در مواقع بحرانی قیمت نان را کاهش دهند. شاید هم منظور ماری آنتوانت همین موضوع بوده باشد. هشتی ونسان ون گوگ گوشش را قطع نکرد. این هنرمند فقط قسمت پایین گوش چپ خود را برید و هیچ کس نمی‌داند دلیل این کار او چه بود. وی در آن زمان از افسردگی شدید رنج می‌برد. برخی مورخان ادعا می‌کنند که وی پس از دعوا با پاول گاگین دچار افسردگی شد. برخی دیگر مدعی هستند که پس از اینکه فهمید برادرش نامزد کرده دچار تنش روانی شد، چرا که برادرش حامی مالی و عاطفی او بود. با این حال مسلم است که او تمام گوش خود را نبرید.